بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس 11 توحید ذات الله سبحانه و تعالی. دوستای عزیز، قبلا ما شما خواندیم که توحید عقیده داشتن به وحدانیت یا یگانگی الله سبحانه و تعالی در چی بود؟ در 6 چیز. ما شما گفتیم در قرآن و سنت آمده که توحید در ذات، صفات، افعال، عبادت، اطاعت و نامهای الله سبحانه و تعالی بود. خب امروز نوبت میرسه به تعریف توحید ذات، یعنی در ذات الله سبحانه و تعالی ما و شما چه قسم عقیده داشته باشیم. و در تعریفش علما میگه و هو ان الله وحده فی ذاته، که الله سبحانه و تعالی در ذاتش یگانه هست، لا ند له ولا شریک له من ولد ولا بنت و صاحبه، که الله سبحانه و تعالی شریک و همتای نداره، نه فرزندی و نه دختر، فرزند یعنی پسری، نه بنت دختری و صاحبت و نه همسری، ولا کف یعنی کف و همتا، ولا اب ولا ام و نه هم مادر و پدر. پس الله سبحانه و تعالی به این خاطر ذات واحد است که به فرزند و اولاد و دختر و پسر و این چیزها الله سبحانه و تعالی نیاز نداره. چی دلایل داریم بر توحید ذات الله سبحانه و تعالی؟ طبعا دلایل ازی در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و در اجماع امت اسلام اینا ثابت هستند. دلایل ذات الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان بسیار زیاد است. مثلا دلیل اولش است که نامهای الواحد و الاحد الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی می فرماید قل هو الله احد، بگو که الله سبحانه و تعالی ذات یگانه هست. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، یعنی الله سبحانه و تعالی خالق همه مخلوقات است و هو الواحد و هو ذات یگانه القهار است. و آیت دیگه هست که یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. در سوره ابراهیم آیت 48. اینا کلش به وحدانیت الله یعنی نامهای واحد الله سبحانه و تعالی را بیان میکنه. یکی از آیات قرآن است. دلیل دومشی است که علما میگن که در قرآن عظیم الشان دلیل دومشی است که آیات قرآن است که الله سبحانه و تعالی را از داشتن فرزند و والدین شریک و همتا نفی میکنه. پس این هم دلیل است به وحدانیت الله. امی آیت شریف که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بگو که الله احد یگانه هست، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. لم یلد یعنی الله سبحانه و تعالی کسی نزاده هست، یعنی فرزند دختر یا پسر نداره. این به خاطر که به جلال و عظمت الله شایسته نیست، چون داشتن فرزند و تراک است. ما نیاز داریم، ما محتاج هستیم. مثلا به دختر ضرورت داریم، به پسر ضرورت داریم که وقتی پیر میشیم و ضعیف میشیم نیاز داریم که مثلا برای ما اولاد ما کلان شه و خدمت ما را بکنه. الله متعال به این چیزها نیاز نداره. یا مثلا ما به خانواده ضرورت داریم، به همسر ضرورت داریم، به شریک اگه شرکت داریم، به معاون، سکرتر، رئیس دفتر. الله سبحانه و تعالی بی نیاز است از تمام از اینا. پس الله بی نیاز است. و به دختر لم یلد، خود الله سبحانه و تعالی کسی را نزاده است، یعنی دختر و پسر نداره. ولم یولد، و الله سبحانه و تعالی هم از کسی زاده نشده هست، یعنی مادر و پدر و پدرکلان و مادرکلان چیزا به یا نیاز الله سبحانه و تعالی نداره. ولم یکن له کفوا احد، و کفو همتا که همتا از باشه و کفو از باشه و همسر بر از باشه، از این چیزا الله سبحانه و تعالی کاملا پاک و منزه هست، چرا به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی این چیزها شایسته نیست. و قل الحمدلله، دیگه آیت شریف الله سبحانه و تعالی میگه که قل بوک الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا، حمد و ثنا و صفت از به ذاتی که ولد نگرفته هست. ولم یکن له شریک فی الملک، در مالکیتی که در آسمان ها و زمین داره در اینجا هم شریک نداره. یعنی تمام مالک تمام کائنات الله هست
و شریک در این مالکیت به الله نیست. ولم یکن له ولی من الذل. و دیگه کدام ولی یا یاوری که مثلا ما و شما بسیاری وقتا یک معاون یا سکرتر یا رئیس دفتر میگیریم، به خاطر چی میگیریم؟ به خاطر که ناتوان هستیم. الله متعال میگه ولم یکن له ولی من الذل، یعنی کدام ولی یا شریک به خاطر از اینکه او ناتوانی داشته باشه به او چیزها ضرورت نداره و نیست برای الله سبحانه و تعالی. و در صورتی که مثلا بعضی از مشرکین قریش در بعضی جای میگفتن یا مثلا نصرانی ها یا یهود نسبت میدادن، باز الله سبحانه و تعالی اونا را رد میکرد و میگفت که و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شایسته نیست برای الله که فرزند بگیره. و یجعلون لله البنات، مشرکین برای الله نسبت دخترها را میدادن، میگفتن لات و عزا و منات یا را میگفتن که است یا العیاذ بالله دخترای الله هست، یا مثلا نسبت میدادن ملائکه را. دیگه الله سبحانه و تعالی میگه بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. الله سبحانه و تعالی خلق کننده آسمان ها و زمین است. از کجا میشه که او فرزند داشته باشه در حالی که الله صاحبه همسری نداره؟ و خلق کل شی، تمام اجرا را خلق کرده و هو بكل شیء علیم، و به هر چیز ذات علیم است. دلیل سومش جاهل خواندن جنها و کسانی که جنها را شریکان الله گرفتن. مثلا در آیت شریف میگه و جعلوا لله شرکاء الجن، بعضی کسا جنها را شریکای الله گرفتن و خلقهم، در حالی که الله سبحانه و تعالی اونا را خلق کرده. پس کسایی که جنها را شریک الله قرار دادن و کسایی که برای الله نسبت پسر و دختر دادن، اونا را کلش الله سبحانه و تعالی اعمای اونها را گفته که اینا این کار به خاطر چی میکنن؟ و خلقوا له بنین و بنات بغیر علم، یعنی بر الله سبحانه و تعالی پسران و دختران را نسبت دادن بدون علم، یعنی دلایل به علمی و جهالتشان است. دلیل چهارمش نهی از شریک قرار دادن. آیات قرآن است که میگه شما به الله فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، شما بر الله شریکان یا همتا و هممثل قرار ندهید در حالی که شما میدهید. دلیل پنجمش مثلا غنی بودن الله سبحانه و تعالی از داشتن فرزند. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی، الله غنی هست، بناهن به این چیزایی که شما نسبت میتین ضرورت ندارم. و عقیده تثلیث، مثلا وقتی که نصرانی ها گفتن که سه خداست العیاذ بالله، الله متعال گفت ولا تقولوا ثلاثه، نگوین که سه، خیر لکم، برتان بهتر است، انما الله اله واحد، الله ذات یگانه هست، شما این اعتقادات باطل سه خدایی را دور بکنین. و کسایی که نسبت الله را، نسبت فرزند به الله میتند، الله متعال اونا را میترسانه، میگه و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، الله میترسانه کسانی را که اونا چی میکنن؟ گفتن که الله فرزند گرفته. پس اینا را میترسانه و میگه که باز آخرش میگه کبرت کلمتا تخرج من افواههم، کلمه بسیار خطرناک است که از دهانشان خارج میشه، این یقولون الا کذبا، اینا نمیگن مگر دروغ. دلیل هشتم غضب الهی سر کسای نازل میشه که نسبت فرزند به الله میده. الله متعال میگه تکاد السماوات یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال، نزدیک است که آسمان ها چی شوند؟ اما از بین برن و زمین شق شود و کوه ها سقوط بکنن. با این سخنی که اینا اندعوا للرحمن ولدا، چقدر این خطرناک است که اینا به الله این چیزا را نسبت میتن. و الله متعال میگه که کل مخلوقات که است، اینا تمام از اینا که است مخلوقات الله سبحانه و تعالی هستن. و همین قسم دختر داشتن و پسر داشتن اینا را کلش نفی میکنه. و کسایی که عزیر و عیسی را به فرزندی الله نسبت دادن، و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بافواههم یضاهون قول الذین کفروا. میگه یهودیا که میگن که عزیر پسر الله هست و نصرانیا خیستن عقیده کردن که عیسی مسیح علیه السلام پسر الله هست، میگه این چی است؟ این سخن است که در دهانایشان است، یا مشابهت دارن با
سخنای کسایی که قبل از اینا بودن کافران، یعنی اعتقادات کفری از کی گرفتن؟ از دیگه کافرای دیگه که در مناطق هندوستان و اینجا بودن، از اینا هم مثلا اعتقادات از اون دیگه جایای کافرای دیگه گرفتن. قاتلهم الله، الله متعال اینا را هلاک بسازه. پس اینا را الله گفت که اینا هلاک شوند وقتی که این نسبت به الله سبحانه و تعالی میده. و همچنان حتی کسایی که میفتن دو خدایی است، مثلا در امپراتوری فارس بعضی کسا بودن میفتن دو خدا است، خدای نور است و روشنی و تاریکی هست، یا ایزد و اهریمن میگفتن. ایزد خدای خیر میگفتن و اهریمن خدای شر. اینا باز ایزد و یزدان پرستش میکردن. الله متعال گفت قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، شما دو معبود نگیرین، انما هو اله واحد، الله ذات یگانه هست. خب دیگه دو دلایل وحدانیت ذات الله سبحانه و تعالی در قرآن خب بسیار زیاد است. من در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام نسائی رحمه الله روایت میکنه عن عبدالله ابن بریده عن ابیه عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخص شنید که میگفت اللهم انی اسألک بانی اشهد، یا الله ما سوال میکنم دست خدا به بارگاه الله بلند میکنم و الله به الله دعا میکنم، طلب میکنم از الله که یا الله ما سوال میکنم به انی اشهد انت الله، به یک ما شهادت میدم تو الله هستی، لا اله الا انت، نیست مستحق عبادت و اطاعت بغیر از تو، الواحد الاحد الصمد، تو ذات واحد احد صمد هستی. وقتی که گفت که تو ذات واحد هستی، ذات یگانه هستی و صمد بی‌نیاز هستی، فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لقد سألت الله باسمه الاعظم، الله را با نام بسیار با عظمتش تو سوال کردی، الذي اذا دعی به اجاب، که هر کسی این قسم دعا بکنه الله او را اجابت میکنه. پس این رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا را تایید میکنه. و عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها میگه، حدیث از امام حاکم نیشابوری، حدیث صحیح است، میگه قالت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تدور عن الليل، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در کدام قسمت از شب برمیخواست باز چی میگفت؟ قال لا اله الا الله الواحد القهار، باز امیر میگفت لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بینهما العزیز الغفار. یعنی این قسم با الله سبحانه و تعالی را با وحدانیتش یاد میکرد. و امام بخاری میگه که عن عایشه ان النبی صلی الله علیه و سلم بعث، هم قصه که یک شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم در سر یک سریه روان کرد، او همیشه در نماز خود چی را میخوان؟ امی سوره قل هو الله احد میخوان. وقتی که از پیش پرسان کردن که چرا این کار میکنه، فقال انها صفه الرحمن و انا احب ان اقرا بها، گفت این صفت الله هست، ما میخوایم که این را بخوانم. نبی صلی الله علیه و سلم گفت که اخبروه ان الله یحبه، الله را دوست داره. چرا کسی که توحید دوست داشته باشه الله انسان موحد دوست می داشته باشه. دیگه سوم دلایل ذات الله سبحانه و تعالی در اقوال علمای اسلام هم است. مثلا امام طبری میگه که لا مثل له ولا نظیر، و ابن کثیر میگه که انه الاله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا نظیر له ولا شریک له هو المستقل بالامر وحده، یعنی ذات است که شریک نداره و همتا نداره، مستقل به امر از خودش به یگانگی امر میکنه، من غیر مشارک ولا منازع ولا معارض، هیچ کسی شریک از او یا منازع از او یا معارض و مخالف از او نیست. امام سمرقندی میگه هو الله احد، یعنی فرد لا نظیر له ولا شبیه له ولا شریک له ولا معین له، نه معاون داره، نه شریک داره، نه شبیه داره، هیچ چیز از اینا نداره. عبدالرحمن سعدی میگه هو الواحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولا صاحبا ولا شریکا فی الملک، نه همسر گرفته و نه شریک گرفته و نه هیچ چیزی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.